سلام دوستا، خدا کنه که همگی شما جور باشی. امی این کلاس ما شما کمی نوقت شده، بخاطر که هر چقدر که شما کلاس شیر میکنی زیاد شما میبینید در کامنت شما نوشته میکنی که کلاس برای شما یعنی کدام خوشتان آمد یا نامد. ما کوشش میکنیم که زود برای شما کلاس اپلود کنم. سو یه که در این کلاسی بروز ما شما بخیر باز هم با هلیوم 10 کار میکنیم. در هلیوم 10 چی رقم میشه که ما شما مگنت و سر بروز پیدا کنیم. ما سر که مگنت ما شما چی رقم میتونیم که پروداکت کیورد پیدا کنیم. ما شما یه پروداکت چی رقم پیدا میکنیم و فرق بین مگنت و سر بروز چی است. سو این بیخی زیاد مهم است. کوشش کنید کلاس شما تا آخر ببینید. این زیاد اگر شما باید ببینید پرایوت لبل در پیچر میکنید، شما پرایوت لبل استارت میکنی، ولی این چیزا با زیاد هلپ میکنه که پیش از پیش معلومات شما بیخی زیاد میشه و یعنی شما بیخی 80% اینجا معلومات میگیری، با صرف 20% میمانه تا که شما باز پرکتیکال شروع میکنی. باز وقت با شما بیخی زیاد آسان میشه. یه پرده شما میخوای که کورس پرایوت لبل بگیری، باز با شما آلردی 80% نالج میباشه، صرف همین 20% میمانه. سو این کلاس کوشش کنید تا آخر ببینید و زیاد شیر کنید شما با تا که مردم دیگه میره ببینه. هر چقدر که زیاد شما این کلاس میبینی ما بخیر کوشش میکنیم که زود کلاس با شما اپلود کنیم و کوشش کنید که شما چینل سابسکرایب کنید و بعد از حتما در کامنت نوشته کنید که سوال بود شما و این کلاس برای شما چه رقم بود. سو میریم طرف اسکرین. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز ما شما در بلک باکس کار کردیم. باز شما کار کردید خانه در بلک باکس پروژه را پیدا کردید سری که بلک باکس چرا کار نمیکنه؟ در بلک باکس ما شما کار کردیم. امروز ما شما در بلک باکس صرف از طریق کیوردز یک مثال میتیم که کیوردز چرا که میشه که از طریق کیوردز ما شما یک پروداکت پیدا کنیم. این بلک باکس هست، رایت کلیک میکنیم اینجا اوپن لینک نیو تاب. از اینجا میایم ما این را چی میکنم به کیوردز کلیک میکنیم. و کیوردز کرایتریای خود دیگه ما فیلتر میکنم. یه هم بیخی آسان است. سرچ والی ما شما باید مینیمم چند باشه؟ 5000 باید باشه. منتلی ریوینیو باید چند باشه؟ 5000 باید باشه. خیر مینیمم چی هم باشه؟ پرایس ما اینجا میگیرم فور ایگزامپل 6 to 50 میگیرم. ریویو کاونت میگیرم که کم از کم میگیم که ماکسیمم میگیم که 200 باشه تا 500 مشکل نداره. ریویو ریتینگ ورد کاونت باید چند باشه؟ ماکسیمم 3 باید باشه. اگر شما 4 میکنیم مشکل نداره. کاتگوری از اینجا ما انتخاب میکنیم کدام کاتگوری باشه. ورد کاونت به این معنی فور ایگزامپل ما اینجا میایم از اینجا ما در امازون یک ورد تایپ میکنیم. amazon.com فور ایگزامپل میایم یک پروداکت تایپ میکنیم. یک پروداکت میگیرم که 1001 فور ایگزامپل ما اینجا میتونم آیفون چی؟ آیفون کیس چند ورد شد؟ 2 ورد شد. 2 ورد شد. صحیح شده؟ آیفون کیس کلینر چند ورد شد؟ 4 گلاس. صحیح شده؟ علی باز چند ورد میای رقم. یعنی ما یک مثال داریم. سو به این خاطر ما اینجا 3 words ما شما میتونیم که چی شوه؟ چی شده؟ این هست. کمی که words هر چقدر که کم باشه باز پروداکت با آسانی پیدا میشه. ماکسیمم 3 words میشه که 4 words ببینید. سم تایم باز ما شما از وقتی که ما شما در مگنت سربرو کار میکنیم و باز میشه که شما از یک استراتژی هم کار بگیرید. یکم فور ایگزامپل یک لانگ ترم کیورد میگیرید. یک شارت ترم کیورد ما شما داریم، یک لانگ ترم کیورد داریم. لانگ ترم کیورد بعضی وقت باز فایده میده به شما، ولی زیاتر وقت کسایی که دارن که میاد شارت ترم کیورد تارگت میکنه ولی لانگ ترم کیورد تارگت نمیکنه. باز ما شما میبینید که لانگ ترم کیوردز چقدر مردم سرچ میکنه. کاتگوری ما اینجا سلیکت کردم. کاتگوری ما آل سلیکت کردم. شما کاتگوری کار میکنید. کیوردز اکسکلود کیوردز
ببینید که exclude keyword به چی معنی؟ یعنی ما میگیم که این keyword باید باشه. For example ما میگیم iPhone keywords، iPhone case. ما میگیم که در top one page باید case باید باشه. به این معنی میگیم که case باید باشه. خب ما اینجا نمیتونم که shipping size stars number of seller ما اینجا میتونم که maximum 2 باشه. variation میتونم که کم از کم چند باید باشه؟ 2 باید باشه. monthly unit sale باید کم از کم باید چند باشه؟ 200 باید باشه. best selling اگر شما میده مشکل نداره، اگر بکنید فهمیدین که ماکسیمم 50000 باشه. صحیح شده؟ اگر نمیده کم میکنید تا 45000 50000 مشکل نداره. best sales period دی مشکل fulfillment باید چی باشه؟ FBM باید باشه. age month competing product باید چند باشه؟ چند باید باشه؟ title density چی معنی؟ title density به این معنی for example ما پیج 1 سرچ میکنم. صحیح شده؟ در پیج 1 ما در کرایتریا گفتیم که کم از کم 5 کیورد باید شو میچ شو، یعنی در تایتل خود باید چیزی که ما سرچ میکنم for example ما سرچ میکنم آیفون کیس، یعنی همی 5 کیورد باید شو در تاپ 1 پیج باید میچ شو ویت آیفون کیس، نه که چی میاد آیفون کاور میاد، نه که آیفون گلاس میاد، نه که یعنی به این معنی تایتل دنسیتی. تایتل دنسیتی به این معنی که چیزی که ما میخوایم او باید چند پسر باید باشه. for example میگیم که می تایتل که ما سرچ میکنم باید کم از کم باید 40 پسر باید میچ شو. ما نمیتونم پلن ضرور نیست. کامپیتیتور ریوینیو باید چند باشه اگر شما میتی، کامپیتیتور ریویو باید چند باشه اگر شما میتی، پلن ضرور نیست. بس این کرایتریا است که ما پورت کردم میم سرچ میکنم. از اینجا ما شما علی پروداکت آمد. ببینید کدام فرق نبود. او از طریق کرایتریا ما شما پروداکت، این از طریق کیورد است. کیورد ما شما تارگت کردیم. صحیح شده؟ یعنی ما از طریق کیوردز پروداکت پیدا کردیم. او بود ما شما کرایتریا پوت کردیم پروداکت آمد، این از طریق کیوردز آمد. صحیح شده؟ یعنی کرایتریا خود مطابق کیوردز ما پوت کردیم. حالا میایم اول ما اینجا چک میکنم که باید چی شود، چی باید چک کنم؟ سرچ والیوم. سرچ والیوم میبینم از اینجا میبینیم ما اینجا چک میکنم که سرچ والیوم آل تایم ما میبینم. صحیح شده؟ یک 1 year است. در 1 year ما آل تایم میبینیم. در سرچ والیوم معلوم میشه که پروداکت سیزنال نیست. در آل تایم تقریبا چند وقت شده؟ در سال 2021 آمده. کم از کم باید 3 سال باید پروداکت ایج پروداکت باید باشه یا 2 سال باید باشه. از این بعد 2 سال باید زیاد باشه. هر چقدر که زیاد باشه خوب است. او از 2 سال باید زیاد باشه. صحیح شده؟ این تقریبا از نوامبر فرست لی شده، این تقریبا 1 سال شده ما این پروداکت میکنم اسکیپ میکنم. ولی در 1 سال معلوم نمیشه و نتیجه به دست ما شما نمیده که در 1 سال چقدر پروداکت نتیجه میده نمیده. ولی پرایوت لیبل وقتی ما شما در پرایوت لیبل کار میکنیم هولسیل نیست. برام یک کرایتریا میچینیم در پرایوت لیبل بعد از 10 مارک ما شما بگیریم، یعنی از 10 نمبر. فور ایگزامپل یک است اینجا که نشان میده که از ده چند از 9 یعنی مکمل 9 by 10 نشو، 8 by 10 نشو، 10 by 10 شو. پرایوت لیبل این رقم است. این رقم نیست که هولسیل است که برام این خوی رقم است یا حزمت است یا برو پر اب ام رسم میکنم یا این میکنم، ولی پرایوت لیبل است. پرایوت لیبل یک بار اگر یک چیز خطا خورد مکمل چرا در پرایوت لیبل زیاد مردم نقص میکنن. زیادتر کسا شما میبینی بس صرف او رقم خمیشه که ما در 2 روز پرایوت لیبل پروداکت لیست کنم و هیچ چیز نمیبینم، هیچ چیز نمیبینم، بس صرف در جنگل اسکاوت می کرایتریا پوت میکنم والا این پروداکت است بس لیست کو. یا چیزش ما میبینی که زیادتر وقت به یوتیوب، به تیک تاکس، به فیسبوک چی میاد میگه این پروداکت است ببینی اگر شما زلی بابا میگیری به $1 به شما تمام میشه، اگر شما رسل میکنی بس او بعضی بیچاره خو نمیفهمه میگه که والا بس این پروداکت است، بس او میگیره پشت از بس میره و پروداکت بچی میکنه. یعنی یک نفر بود خود در امریکا بود، یک ماساژ خریداری کرده و رقم خریداری کرده. وی رقم خریداری کرده که صرف گفت که بس است جنگل اسکاوت هم در جنگل اسکاوت ریونیو از چی کرده مکمل $12,000 شاگرد ما شما است $12,000 مکمل ناقص کرده بیچاره. هیچ دیگه چک نکرده، بس مکمل پیتنت هم چک نکرده که پیتنت کی است
مکمل پیتنت هم کسی دیگه بود او خریداری کردن $12,000 شاید چیز است. شما باید از ده نمبر یعنی پشتازی باید نگردیم که یک نفر چی میگه بر ما شما یا مکمل باید خود ما شما باید چک کنیم، خود باید درک کنیم که از باید نمره باید مکمل بگیریم. اینجا میایم ما این پروداکت ها چک میکنم، آل تایم میبینم. در آل تایمز فور اگزامپل از سپتامبر نشان میده یا در سال 2025 در سال 2024 است. تقریبا 400 است، 400 کم است. امروز هم چند داره؟ 6000. خیلی پروداکت که دیگر را چک میکنیم. سایلنت بسکتبال چک میکنیم. آل تایم اگر ما ببینیم ببینید جا بیخی کم است، 200 آل زیاد شده. پس بینامد این سیزنال است. میبینی اینجا چند رفته؟ 1,79,700 شاید. یعنی در یک ماه 1,79,000 بار سر شده. پیش از این تقریبا صرف 96 بار، بعد از این صرف 18,000 بار، از این پس تقریبا 2,44,000 بار سر شده. پایین داری که مده به 30,000، یعنی سیزنال است. حالا این نمیبینی که ببینی از کرایتریا ما بالا است، 5,000 از کرایتریا ما است. خوب است پس بین مده. نه، این پروداکت سیزنال است. سیزنال است پروداکت، یا اگر ترندی باشه چی باشه ما شما نمیگیریم. این چک میکنیم، این به نظر ما خوب معلوم میشه. اپریل 2024 خیر ما میگیریم، مشکل نداره. ما شما خلاص نمیکنیم. شما باید آل تایم از 2 سال بعد سابقه باشه. از اینجا ما چک میکنم تقریبا 21,000 یا مده اینجا 10,000 صحیح است. سر چوالی من صحیح است. بعد از این ما میایم پرایس میبینیم، پرایس هم صحیح است. یم چی است ما اینجا چک کنیم. منتلی سیلز است. خیر از این پروداکت میبینیم صحیح شده که شما معلوم شد. منتلی سیلز است 700. منتلی ریوینیو $5,400 داره. بی اس آر 27,000 صحیح است. اگر تایتل دنسیتی یعنی زیرو مشکل نداره. ریویو 4.5 اکثر ابدا. حالا ما چی میکنم؟ شو ان امازون میکنم. شو ان امازون میکنم. ببینید چی رقم یک کیورد پیدا شد. یعنی این کیورد در ذهن کسی میاد نمیاد که چی است. وارث اینجا من باید چی کار کنم؟ اکس رن میکنم. ببینید ولی شما در بیسیک هستی، شما یکم تولز است، ماشین است، این کار ما شما بیخی آسان میکنن. حالا شما فکر میکنی که اگر ما در پرایوت لیبل پروداکت هانتینگ میکنم چقدر مردمای دیگه پروداکت هانتینگ میکنه. ما شما برند پیدا میکنیم صحیح شده. در یک برند 4 نفر سلر ما شما پیدا میکنید کس دیگه نمیتونه، ولی شما کار میکنی. در شروع شاید بر شما چقدر است که میبینید که چقدر سلر است، تقریبا 40 लाख 50 लाख سلر است و 50 लाख سلر خوبی پروداکت رقم سرچ میکنم. من سرچ میکنم برو چرا پیدا نمیشه، به ما چه رقم پیدا میشه. یعنی یک چیز است در ذهن ما شما این کانسپت چیز میاد که شاید رقم میشه. او رقم نیست، یعنی با هر سلر کار میکنه طبیعی خود پروداکت پیدا میکنه. این رقم نیست که شما به این بارم فکر کنید که امی تقریبا 2 بیلیون پروداکت میپروشه به امازون. این خود مردم میپروشه مثل ما شما واره. و چه رقم پیدا کرده؟ ما همین رقم پیدا میکنیم با یک ایریای دیفرنت. اوکی اول ما چی کار میکنیم؟ سرچ والیم چک میکنم. سرچ والیم از خوب است. برای توتال ریوینیو 74,000 است، هم خوب است. اوریج ریوینیو 4,300 میگیره، یعنی رقم صحیح است، مشکل نداره. بعد از ما میایم اوریج پرایس میبینم $9 هم صحیح است. اوریج بی اس آر میبینم، اوریج بی اس آر هم خوب است، از 50,000 کم است. اوریج ریویو هم 49 است، هم خوب است. اوریج تایتل کاراکتر کاونتس 162 ببینید اینجا هست، اینجا معلوم میشه تقریبا از 3 نفر
از 5000 زیاد ریونیو میگیره. خوب است. از 10 یک خوب پوینت است. اکسلنت پوینت است. چی رقم؟ از 10 7 نفر است که ریونیو ازی کم است از 50 و 75. صحیح شده؟ یک خوب پوینت است. حالا میم بعد از ما باید چی کار کنم؟ وارث میوند فیلتر کو هاید پروداکت هاید اسپانسر کو. صحیح ده؟ هاید اسپانسر ایرا هاید میکنیم اپلای فیلتر. صحیح شده؟ بعد از این میبینیم که پروداکت این رقم نیست که اینجا یک چیز میاد اینجا چیز دیگه میاد. صحیح شده؟ این هم چی هست؟ بالکل میچ است. شما میبینی؟ میچ است. بعد از این چه کار میکنیم؟ برند دومیننسی چک میکنیم که برند دومیننسی چند بار آمده. اگر 2 بار آمده مشکل نداره، اگر 3 بار آمده باز میبینیم چقدر ریونیو میگیره. صحیح شده؟ برند دومیننسی ما چک میکنیم. فور ایگزامپل برند دومیننسی داره یا نداره. تاپ 10 سلر شما چک کنید. اگر مکمل هم چک میکنیم مشکل نداره. از روز اول که انشالله تا امروز شما فهمیدید که پرایوت لیبل چه رقم است. چیزی خو یاد کردی یا نکردی؟ ها؟ یعنی یک ایده پرایوت لیبل خو گرفتی که پرایوت لیبل نالج شما بیخی زیاد میکنه. اگر شما در کلاس وقتی که شما کلاس هولسیل ما اٹند میکنی، اگر شما پرایوت لیبل یاد نداری، شاگردان شما را چی میکنه؟ پرسان میکنه که چه رقم است. این تایتل باید چه رقم شو، این باید چه رقم شو، لیستینگ چه رقم است، این چه رقم است. ولی اگر شما معلومات در پرایوت لیبل نداری مکمل، شما هیچ نمیشه که جواب شاگرد بدید. در کلاس خود شما پرسان میکنه. از به این خاطر پرایوت لیبل ضروری است. باید ما شما صحیح یاد بگیریم. ها میم ببینید تا امروز ما و شما امروز کلاس پنجم ما شما است، ولی ما مطمئن هستیم که شما جواب چیزی گرفتید. ولی اگر شما پرکتیس میکنید بیخی تا آخر کلاس تقریبا 25 کلاس ما شما میگیریم. در 25 کلاس نالج شما بیخی زیاد میشه برای از. اگر در مارکت پلیس یو اس ای یاد شده، مارکت پلیس دبی خو بیخی آسان است پرایوت لیبل. البته خاطر ما شما در پرایوت لیبل در مارکت پلیس دبی کار میکنیم که او باز آسان است. اگر ما شما کار آسان میکنیم، باز اگر مارکت پلیس یو اس ای میایم باز کم سخت میشه. حالا برند دومیننسی چک میکنیم. ببینید برند چند بار آمده؟ 2 بار آمده. این برند چند بعد میبینیم که ریونیو چقدر میگیره. ها این برند تقریبا چند بار آمده؟ 1 2 3 4 5. حالا ما چی کار میکنیم؟ یک بار ما پایپ دانا میبینیم که چقدر ریونیو میگیره. ابتدا 4000 از یک میگیره، 4000 دیگه میگیره. باز اینجا که است ما یک باری را دیلیت میکنم. میشه که شما را دیلیت هم کنیم. از اینجا ما چی میکنیم؟ دیلیت میکنم. یکی است، یکی است. حالا میبینیم که ریموو شو چقدر ریونیو میمونه. یک کمپانی است که زیاد ریونیو برند ها میگیره. این یک برند میگیره. خوب است. 60000 کی برند که ریموو شو بیخی 60000 خوب است. حالا هیچ برند دومیننسی هم نداره و هم خلاص شده. بعد از میایم پرایس چک میکنیم. ببینید در پرایس شما باید متوجه باشید. زیاتر وقتی که پروداکت پیک اپ 1 پیک اپ 2 پیک اپ 3 باشه او وقت باز پرایس کانسیستنسی حتما میاد. یعنی پرایس کانسیستنسی نداره. چی رقم نداره؟ پرایس وار داره. فور ایگزامپل این پروداکت هست علی به 9 میفروشه به 4 میفروشه. شاید اینجا امکان داره که پیک اپ 4 پیک اپ 5 باشه. علی ببینید چرا اینجا 55 پیس است. صحیح ده؟ این 50 پیس است. سو فرق میکنه به این خاطر اگر این رقم باشه، اگر پیک اپ 1 باشه، پیک اپ 1 باشه، اگر پرایس کانسیستنسی نداشته باز وقت ما شما میبینیم. صحیح شده؟ اگر پیک اپ 1 باشه مکمل. بعد اگر این رقم پرایس باشه یک با 4 میفروشه، یک به 9 میفروشه، یک به 9 میفروشه، به 6 میفروشه، باز چی میشه؟ حالا ببینید این چند پیس است؟ این 16 پیس است، 115 پیس است. سو حتما خب بعضی اینجا پرایس فرق نمیکنه، شاید یه خرد و کلان باشه. این رقم هم امکان داره. ببینید اینجا فرق داره. ما را مکمل چک میکنم. اگر پیک اپ 1 پیک اپ 3 رقم بود باز پرایس فرق نمیکنه. پرایس زیاد اگر در پیک اپ 1 فرق میکنه باز وقت ما شما زیاد در نظر میگیریم. ببینید مکمل فرق میکنه. یک تقریبا 1000 پیس است. شما میبینید
این چند پیس است تقریبا. خب باز هم اینقدر چی نداره، میبینی شما اینقدر زیاد پرایس وار نداره، با 999 زیاد میفروشه. یعنی یم پاس هست، صحیح شده، یم پاس هست. بعد از ما میایم ریسنت پرچیز از این پروداکت تقریبا 2000 سل بشه، از 400، از 2000، از 300 پلاس. پرنت لیول سیلز، اسنسیل، ما شما اسنسیل میبینیم. پرنت لیول سیلز چرا نمیبینیم؟ پرنت لیول سیلز به این معنی که یک پروداکت است مالتیپل وریشن داره. مالتیپل وریشن داره به این معنی که اگر یک پروداکت از 10 دانه وریشن داره، از 10 دانه وریشن چقدر ریونیو میگیره؟ او پرنت لیول ریونیو است. صحیح شده؟ اسن ریونیو به این معنی که خود اسن این پروداکت چند ریونیو میگیره. صحیح شده؟ پرنت ریونیو باز میشه که شما از اینجا دیلیت هم کنید. کاستماایز بیای شما لپتاپ ما جام میشه، اون 15 از کاستمایزیشن از اینجا چی میشه؟ دیلیت میشه. پرنت لیول سیلز میبینی؟ اینا چی کنی؟ از اینجا هاید کنی، باز نمیاد. پرنت لیول سیلز ضرور نیست. چرا؟ اون مکمل پر اگزامپل ای آیفون است. صحیح شده؟ هر چقدر وریشن که داره مکمل از هر وریشن چقدر ریونیو جور میکنه. مکمل وریشن از چقدر اسن ریونیو به این معنی خودت ای اسن که چیزی که ما شما پورت کردم و اسن چقدر ریونیو میده. چرا هاید نشد پرنت لیول ریونیو؟ پرنت لیول سیلز ما هاید کردم. پرنت لیول ریونیو کجاست؟ این ای است. اسن ریونیو 12000 خوب است، 14000، 13000 یک میبینیم که یم بیسار است، صحیح است. سیلر کنتری این طرف میم. مین چیز چی است؟ ریویو است. ریویو میبینیم ما شما اینجا. یک خوب اپورتونیتی است که مکمل نیو سیلر است. شما میبینی ما شما در کرایتریا ما شما چی بود که از 10 دانه چند سیلر باید ریویو از باید از 5 سیلر کم باشه؟ 5 سیلر باشه یا 3 باشه؟ صحیح شده؟ 3 سیلر باید ریویو از 500 کم باشه. صحیح شده؟ اینجا یک خوب اپورتونیتی است که این سیل تقریبا 29 داره، این 81 داره، این 20. حالا میبینیم که هر یک از این چقدر ریونیو میگیره. این تقریبا 4 سیلر نیو است، هر یک چند ریونیو میگیره. ریونیو از این میگیره. ببینید نیو سیلر است 12000 ریونیو میگیره، نیو سیلر است 52، نیو سیلر است 14000 میگیره، نیو سیلر است 1013 میگیره. این باز نیو سیلر است، معلوم میشه که این نیست. میبینی not authorized. yes 400 یم نیو سیلر است، یم نیو سیلر است تقریبا یم 14000 چند میگیره، 13000 میگیره. صحیح است؟ یعنی 4 سیلر یا 3 سیلر از 5000 زیاد ریونیو میگیره. یم پاس شد. ببینید اکسیر چقدر کار ما شما آسان میکنه. حالا به این معنی نیست که پروداکت انتخاب شده. این بیخی زیاد چیزها است که بعد ما شما استیپ بای استیپ کار میکنیم که آیا شاید پروداکت از کرایتریا ما پاس ما باید لیست کنیم. نه این رقم نیست. پلن ما شما در این پروداکت 40% کار کردیم، 60% از مانده که او باز مکمل گوگل ترند از چک میشه، اون بس سرچ والی ما چک میشه و باز مکمل پیترن تی چیزا است که باز تقریبا ما شما 40% کار کردیم که اکسری ران کردیم. مطابق اکسری این پروداکت خوب است ولی از سرچ والی ما خوب نیست. چرا؟ 1 سال میشه که آمده، 1 سال میشه که آمده. باز میبینیم که در این پرایس به ما شما پیت میکنم پاس میایم ما اینجا پایین سیلر آن علی بابا از اینجا باز میکنیم. سو این بود از طریق کیوردز. بس است که یک مثال دیگه هم میزنم. صحیح شده. اگر کدام مشکل باز شما ریکارد پاس چک کنید. خب حالا ما شما میایم اصل امروز کلاس ما شما چی است؟ سربرو مگنتس. خب ما سربرو هم در یک جلا تاب اوپن میکنم. اوپن لینک نیو تابز. مگنت هم رقم میکنم. اوپن لینک نیو تابز. سربرو مگنتس یک بیخی امپورتنت تولز است. وقتی که ما شما
پروداکت هانتینگ میکنم در جریان پروداکت هانتینگ بیخی یک زیاد ضرور توضیح است. یعنی بغیر از سربرا و مگنیتس اگر ما شما کار نکنیم کار ما شما نتیجه نمیده. ببینید سربرا که ما اول ما میام در مگنیت کار میکنیم، این ضروری است. مگنیتس من به شما یک مثال میدم. فور اگزامپل شما امروز میری در کوچه چی در شهرناک که از جولری چیزایی که میفروشه، کوچه چی هست؟ کوچه انتیک فروشی میری. در کوچه انتیک فروشی شما میری اونجا در دکان یک چیز میبینی، یک جولری است. آش میبینی اگر ما به آمازون سرچ کنیم شاید به آمازون سیلز داره. یا شما در یک مارکت میری یا در یک ترید شو میری آمازون سیل کنم شاید خوب سیل داشته باشه به آمازون، ما برند شاید ما رجیستر کنم. یعنی در ذهن ما یا ما در سوپر استور میرم، در سوپر استور یک نیو چیز میبینم که اگر یک کیورد میبینم فور اگزامپل یک چیز هست میبینم که اگر یک کیورد ما سرچ کنم در آمازون چی رقم سیل داره. یک مثال براتون میتونم فور اگزامپل یک در انتیک فروشی ما میتونم یک چی هست زمرد است، یا فور اگزامپل یک چیز دیگه است، یا یک چیزی گروسری است، خوردنی است، یا یک درینک است، یا فور اگزامپل ما میگیم که یک چیز در ذهن ما میاد یا ما جای میبینم. صحیح شده؟ میبینم حالا میبینم که ما باید پروداکت چی رقم پیدا کنم که یا فور اگزامپل یک مثال براتون میتونم یک نفر از شما میگه که ما یک کارخانه دارم یا ما جنس تولید میکنم یا ما جنس جور میکنم، حالا که واقعا به شما معلوم نیست که چی است. صحیح شده؟ ما شما یک کیورد از خود میتم، یک کیوردز ما میتم فور اگزامپل یک جای ما یک چیز پیدا کردم ما میگم ما اینجا کیوردز میتم مطابق او کیوردز که چقدر سرچ میشه، چقدر مردم با کدام نامی سرچ میکنه و مکمل اینجا میاد. صحیح شده؟ یا یک چیز است فور اگزامپل ما شما در افغانستان یک نامی سپاره میکنیم، در امریکا نامی دیگه سپاره میشه، در یوکی نامی دیگه سپاره میشه، البته ما معلوم نیست که در امریکا یه به نام چی یاد میکنه. فور اگزامپل ما اینجا یک چیز نوشته میکنم DSLR. DSLR چی است؟ اینجا ما شما اگر هر کس میگه که DSLR کامera است. صحیح شده؟ شاید در امریکا کسی DSLR نمیگه، شاید کسی دیجیتال کامera میگه، شاید کسی کینون کامera میگه، شاید کسی فوتوگرافی کامera میگه، شاید یعنی یک چیز مالتیپل دیفرنت نام میگیره مردم. صحیح شده؟ البته ما شما معلوم نیست که صحیح در افغانستان خو چیز میگه، ولی مردم دیگه مردم امریکا جایی که میفروشم با کدام نام میره سرچ میکنه این پروداکت، این جنس با کدام نام سرچ میکنه. صحیح شده؟ فور اگزامپل ما ببینید صرف ما یک کامera سرچ کردم DSLR، ببینید مطابق DSLR چقدر این مردم با من میگه که بین ما سرچ میکنه، ما اینجا میگیم که دیجیتال کامera. صحیح شده؟ دیجیتال کامera. ببینید به ما نشان میده که مردم با کدام نام سرچ میکنه. به نام دیجیتال کامera سرچ میکنه، به نام دیجیتال کامera کینون سرچ میکنه، به نام دیجیتال کامera سرچ میکنه، به نام دیجیتال کامera سونی سرچ میکنه، به نام دیجیتال کامera کیس سرچ میکنه. یعنی مالتیپل نیمز زیر مردم سرچ میکنه. حالا وقتی که ما میایم اصل کار ما شما از اینجا شروع میشه. ببینید شاید چقدر کیوردز باشه. ها یک پروداکت خیر ما پروداکت دیگه میگیرم. یک موبایل کاور میگیرم. فور اگزامپل یا وود سپون میگیرم. این رقمیه. ها الان ما اینجا میگیم کیورد گیت کیوردز. الان میبینم که مردم آیس کریم سکوف گیت کیوردز. ببینید زیادتر وقت در بین جایی که شما هستید کسی باشم حالا ما چی کار میکنم؟ ما از افغانستان اگر ما کالین روان کنیم در افغانستان کالینچه اگر ما روان کنیم امریکا شاید خوب فروش داره اگر با این کار میکنم، ولی وای چی نه سرچ کردن نه که ورد سرچ کردن نه است بس از خود یکی میگه یک بس ایده است ولی معلومات نداره که مردم با کدام نام سرچ میکنه چی است چی سرچ از چقدر است نه اکس رن میکنه نه میبینه بس ریب کول ولا یک ایده در ذهن ما بود که ما این جنس
چی کنم یا میگه که والا یا بیادر ماست و چند بیخی زیاد شاگرده به من مسیج میکنه چی میگه والا یک رفیق ماست در ترکیه چی داره کارخانه پلانکای چیز داره یا میگه یه است یه چیز جور میکنه یه چیز جور میکنه من میخوام که رو به آمازون سیل کنم بس است یا میگه زیادتر میگه که والا ما از افغانستان چی روان میکنم زعفران روان میکنم کسی میگه ما از افغانستان کالین روان میکنم کسی میگه ما از افغانستان گرین تی روان میکنم حالا که وی سرچ نکرده که چی است فور ایگزامپل ما یه آیس کریم سکوپ سرچ کردم ببینید با نام آیس کریم سکوپ 6888 کیورد آمد یعنی مردم با 6888 وردز ی سرچ میکنه کسی به نام زرولز یزنشتن سرچ میکنه کسی به نام زرول سرچ میکنه کسی به نام چی سرچ میکنه حالا چی به ما معلوم است که در کدام کیوردز ما باید سرچ کنم باید ما سیل کنم یعنی مردم ببینید 3 تیبل سپون به این هم سرچ میکنه به این آیس کریم سرچ میکنه به این بیلا 1 سکوپ سرچ میکنه حالا ببینید مردم به این قدر زیاد نمیره سرچ میکنه چه نکم ما میتونیم که ما از خود فیصله کنیم که ما ولی چیز به آمازون میفروشم بس است بیا فور ایگزامپل گرین تی است گرین تی ما از افغانستان میفروشم ولی ما در آمازون روان میکنم حالا باشه معلوم است که گرین تی چقدر مردم سرچ میکنه با کدام در امریکا کسی میخواد گرین تی ما میگم که گرین تی است شاید در امریکا بیخی گرین تی نمیگه شاید کافی میگه شاید یک چیز نمی دیگه میگه ما یک مثال بزنم فور ایگزامپل ما شما با کامera دیجیتال کامera میگیم کسی دی اس ال آر میگه کسی کانون میگه کسی میگه فوتوگرافی کامera است کسی چی میگه کسی چی میگه سو به این خاطر حالا ببینید اینجا ما که آیس کریم سکوپ سرچ کردیم تقریبا 6888 کیورد آمد که مردم به این نام در آمازون سرچ میکنن حالا چقدر زیاد کیورد به دست ما آمد اگر یک جنس باشه و در افغانستان هم باشه ما میخوایم که ما این لیست کنم یک ایده است در ذهن ما چیز پیش برتن یک مثال دارم که ما میرم در کوچه انتیک فروشی اینجا یک چیز جنس به نظر ما ماکس ازی میگیرم حالا میبینم خوب به ما معلوم نیست یک چی است چی نام داره زمرد چی انگشتر در انگشتر از چی است فور ایگزامپل ما میبینم حالا ما چی معلوم است که مردم میره بدم چی سرچ میکنه خب معلوم نیست ما میایم کیورد از پیدا میکنیم فور ایگزامپل اینجا چی میگه صحیح است اینجا چی میگه صرف اینجا میتم مکمل لیست از ما نشان میده که ببینیم مردم به این هم سرچ میکنه به این هم سرچ میکنه کیورد است حالا ما اینجا چی کار میکنیم ببینید کیوردز اینجا چند پوینت هست شما باید رعایت بگیرید یه مردم سرچ میکنه حالا ببینید اینجا به این نام مردم چقدر جا سرچ میکنه 25000 چی شده سرچ والی 310 بار سرچ میکنه به این 200 بار به این تقریبا 400 حالا به ما شما معلوم است که کم از کم اگر این 5000 بار شوه سرچ والی ما شما چند است 5000 یه مردم سرچ میکنه کم سرچ میکنه صحیح است یعنی از ما شما چی است که باید کم از کم سرچ والی میکنه باید چند باشه 5000 باید باشه سو اینجا مردم به نام کم سرچ میکنه حالا ببینید چقدر زیاد شده 1000 ما شما صرف میم از کاستمایزیشن ما صرف اینجا میتونم که کرایتریا ما پرت میکنم کرایتریا الان باید چی کار کنم یه خودم میشه که 6888 کیورد ما بگیرم ما میگیم که کدام یک در بین ازی کدام کیورد مطابق کرایتریا ما است که پایینل ما کار کنم میپومی که ما چی میگم یعنی یخ تقریبا نیر تو 7000 کیورد است حالا ما میخوایم که 7000 کیورد نمیشه که ما استفاده کنیم در بین از خو کرایتریا ما شما چی بود که کم از کم بعد 5000 باید شود ولی جا خود 200 بود 100 بود البته 100 200 ما نمیگیرم ما باید چی کار کنیم اینجا کرایتریا خود باید ماپوت کنم مطابق کرایتریا خود باید پیدا کنم اول میم از اینجا ما مگنت آی کیو سکور این چی است خود مگنت آی کیو سکور است به این معنی که یک فرمولا هم داره حالا فرمولا زیادی ما ربطه بس فرمولا ما به شما نشان میتم هر چقدر مثل سرچ والی مواره کم از کم باید مگنت آی کیو سکور باید 5000 باید باشه خب مطابق یک فرمولا است و زیادی ما ربطه بعض فرمولا ما یاد میکنم باز به شما نشان میدم که کتی سرچ والی مو ملتیپلای میشه یعنی اگر سرچ والی 5000 باشه مگنت آی کیو سکور هم 5000 باشه باز هم یه فرق میکنه باید ما شما سلیکت نکنیم میبینیم که سرچ والی چقدر زیاد است مگنت آی کیو سکور از چقدر زیاد است کم از کم باید مگنت آی
کیو سکور باید 5000 باید باشه. خب سم تایم 5000 نمیشه که ما شما انتخاب کنید. اینجا ما پوت نمیکنیم که کم از کم 5000 باید باشه. ولی باز که سرچ والیم این فرق میکنه. اگر سرچ والیم زیاد باشه باید مگنت آیکیو سکور هم باید زیاد باشه. این رقم نشود که هم سرچ والیم 5000 است هم مگنت آیکیو سکور باید به این معنی که این سیلز که مردم زیاد خوش نمیکنه. هر چقدر این مگنت آیکیو سکور بیخی تقریبا 70% رول داره وقتی که ما شما فاینال پروداکت لیست میکنیم. 70% رول داره. حالا ما اجازه چک میکنم. ما اینجا مگنت آیکیو سکور نمیدم در کرایتریا. صحیح شده؟ سرچ والیم ما میدونیم که مینیمم باید چند باشه؟ 5000 باشه. یعنی شما صرف بیاد بگیرید که مگنت آیکیو سکور باید کم از کم 5000 باشه. هر چقدر که زیاد باشه و پروداکت خوب است. کم باید نباشه. ورد کاونت باید چند باشه؟ ببینید اینجا یک پوینت دیگه هم است. اینجا یک پوینت دیگه من براتون میگم. حالا سی ورد خو زیاد وقت مردم چی میکنه سرچ میکنه کم کیورد است. زیاد وقت صدر میگیره سی ورد میگیره. حالا ما اینجا یک تکنیک میزنیم. چی رقم میزنیم؟ فور ایگزامپل اینجا ما میایم یک کیورد سرچ میکنیم که اون کیوردز کرانت کیورد باشه. صحیح شده؟ فور ایگزامپل ما اینجا یک کیورد سرچ کردیم میگیم که او هیچ کس شاید سرچ نکرده. شاید اینجا ما آیفون ببینید آیفون چی میسرچ میکنم آیفون کیس. شاید اینجا کامپیوتر ما چند بیاید؟ شاید اینجا بیخی زیاد باشه 100,000 است. اگر ما اینجا کیورد زیاد کنم شاید چی شود کم شود. اگر ما اینجا زیاد کنم آیفون کیس فور ایگزامپل ما اینجا میگیم که آیفون کیس کلینر بگیرم. کلینر شاید میاد یا نمیاد. یا میگیرم فور ایگزامپل آیفون کیس 12 for green color. در 12 گرین کلر میاد. حالا ببینید اینجا ما چی کار میکنیم؟ اینجا کیوردز ما چی میشه؟ کامپیوتر ما کم میشه. شاید در یک کیوردز کم سے داره کار میکنه. شاید این کیورد که سی کیورد است شاید در اون کیوردز 100,000 مردم کار میکنه. شاید این کیورد که ما اینجا پوت کردم شاید میشه که 2000 کار کنه یا 1000 کار کنه. حالا ببینید حتما ببینید به 2000 آمد. یعنی به این معنی یک خوب کیورد است برای ما. کم از کم 2000 کامپیوتر ما دارم چقدر مردم میره سرچ میکنه. یه است. خیر پلن ما اینجا چی میتم؟ یعنی باید در ذهن ما باید باشه میگن که ماکسیمم باشه 3 کیوردز باید باشه. 3 وردز باید نو این نیست. است. کمپیتینگ پروداکت باید چند باشه؟ 2000. ها ببینید پریز کانتینینگ به چی معنی؟ پریز کانتینینگ به این معنی یعنی ما اینجا میتم پایین. فور ایگزامپل ما سکوپ سرچ کردم. ما میگیم که باید هر کیورد که میاد سکوپ باید حتما باید باشه. صحیح شده؟ یعنی سکوپ در هر کیورد باید باشه. میگیم که کریم آیس کریم باید باشه. یعنی هر کیوردز که اینجا میاد این وردز باید باشه. صحیح شده؟ فور ایگزامپل میگیم که سکوپ یعنی هر کیورد که میاد باید سکوپ باید در اون کیورد باید حتما باید باشه. یا فور ایگزامپل ما دیجیتال کامera سرچ میکنم من میگم که کامera باید حتما باشه. مردمی که بهر نام سرچ میکنن ولی کامera باید در اون کیورد باید باشه. هر کیورد که میاد. یا ما یک کیورد میگیریم فور ایگزامپل میگیم که وود سپون. ما میگیم که وود باید حتما باشه. هر کیورد که میاد وود باید حتما باشه. صحیح شده؟ حالا ما چی میگیم اینجا؟ میگیم که سکوپ باید حتما باشه. ولی ما سکوپ کار داره. سو این باید باشه. کیورد سیلز تایتل دنسیتی به چی معنی؟ تایتل دنسیتی به این معنی فور ایگزامپل این پیج 1 است چند درصد باید ایمیج باشه. چند تایتل ما در کرایتریا ما ببینید کار کردیم که تایتل وقتی که ما شما یک کیورد اینجا سرچ میکنید تایتل سرچ میکنید تایتل باید تقریبا کم از کم در فرست پیج 4 یا 3 تا 5 امید داشته باید چی باشه؟ باید سیم باید باشه. این کم نشوه که چی است کارتون چی است دیکالس چی است یه چیز دیگه میاد چیز دیگه میاد. یعنی باید کم از کم میگه که 40% در پیج 1 باید چی باشه؟ میج باید باشه سیم باید باشه. یعنی کم از کم 30% باشه کم از کم ماکسیمم 50% باشه ماکسیمم 80% باشه. این رقم ما میدیم. خب ما پلن نمیدیم. صحیح شده؟ میگه که ماکسیمم میگه که 40% باید کم از کم رقم که باشه 40% باید میج باید باشه. وارث یک بوتل آب بگی. کجاست؟ به احمد زنگ میزنه. احمد میاد. نه کجاست؟ احمد میاد. خواهد آشپزخانه است.
دیدی بلد هستی؟ دایی اینی پایین هم فیلتر که ما داریم درست برو دید. خب سعی از بشی بعد از این ما میایم یعنی ما میگیم که تایتل دنسیتی باید چند درصد باشه یعنی کم از کم 40% باید میچ باشه چیزی که ما سرچ میکنم تایتل پیج 1 ما اینجا نمیتونم به خاطر اینکه شما باید را یاد بگیری میچ تایپ همین رقم باشه که باید چند درصد باید ایمیج باشه organic smart complete amazon recommended sponsor products باز amazon choice باشه high rated باشه میگن که از باید میچ باشه باز ما اینجا نمیتونم صرف میچ تایپ به معنی که یعنی که در کدام یک باید amazon choice amazon related sponsor product این میشه که شما یک از انتخاب کنید فعلا ما انتخاب نمیکنم سرچ والیم ترند هم به این معنی است که شما سرچ والیم باید کم از کم باید در ترند به این معنی یعنی سیزنال باشه یا کم زیاد باشه ما اینجا نمیتونم اکسکلود کیورد با چی معنی یک بوتل آب بیخی چی کرده است exclude keywords ببینید جب بود prices که continuing یعنی به چی معنی یک keywords باید باشه که او باید حتما باشه اینجا میتونم exclude به این معنی که کدام یک باید نباشه کدام ورد باید این نباشه من میگم که آیسکریم باید نباشه صحیح شده یعنی که سکوپ باید نباشه سکوپ باید نبیه اینجا ما چی کردیم بالا میگم که باید بیه exclude به چی معنی یعنی میگم که keywords باید نبیه بغیر از کیورد باید باشه اگر ما میگم که آیسکریم بس چی میگه مگر میگم که کریم باید نبیه کریم نمیاد در کیوردز اگر میگم که آیس باید نبیه آیس نمیاد اگر میگم که سکوپ باید نبیه در کیوردز او کیورد او نمیاد صحیح ما نمیتم صحیح شده امازون چوایس yes امازون برند انالیتیکال top 3 اسنس گیم پلن لوکاس و یک قدر چی نیست یعنی وقتی که یک برندز اسن چی در دومیننسی داره وقتی که یک برند ببینی یک برند دومیننسی است یک امازون دومیننسی است یک اسن دومیننسی است ما میگیم که کم از کم امازون اسن باید از 3 بار باید زیاد نبیاد از 3 بار باید یک اسن زیاد نبیاد که این رقم شده که زیاد مردم یک اسن دومیننسی نداره پروداکت صحیح شده یک قدر ضرور نیست یک برند دومیننسی است یک امازون دومیننسی است یک اسن دومیننسی است میگیم که باید اسن دومیننسی باید کم از کم میگیم که از یک بار یا از 2 بار باید اسن دومیننسی باید نباشه زیاد یعنی چند لیستینگ نباشه استاد بله یک جنس چند بله به چند یک به یک اسن نباشه یعنی اسن برند دومیننسی به چی معنی که یک برند مالتیپل تایم میه امازون دومیننسی به چی معنی که یک پروداکت امازون چند بار نمیفروشه اسن دومیننسی به این معنی که چند اسن به این پروداکت به چند به یک اسن لیست شده چند لیستینگ شده suggested PPC بعضی بخیر ما شما در PPC کار میکنیم کرایتریا ما پر کنیم PPC کار میکنیم اپلاینگ فیلتر ببینید چند بود ما شما که سر که 6888 سال ببینید چند میمونه مطابق کرایتریا ما چرا نشد ریسیوش کنیم استاد ریسیو چی کنم دو فولو آپشن سیو داره سیوش نه سیو چی نداره آخه باید بیاین دایرکت باید بیاین این فیلتر اپلای میشه که اپلای شد بازی معلوم میشه که اپلای شد اینترنت شاید ضعیف شده اینجا بیخی کم آمد میبینی کم شده 3 دانه آمد 1 2 3 4 آمد بله 3 فیلتر کیورد حالا میبینیم مطابق کیورد ما شما صرف 3 دانه آمد صرف 3 دانه آمد فاینالی حالا ما شما چی کار میکنم کمی منتظر میشم که چی شود این لود شود تا وقتی که لود میشه میایم اینجا CPR آیسکریم اسکوپ ببینید اصل سمری ما شما ای است صحیح شده CPR با چی معنی سلبرو پروداکتس رنک صحیح شده سلبرو پروداکت رنک حالا CPR با چی معنی ببینید 148 نویسه است 148 این زیاد رول داره ما اینجا میایم فور اگزامپل یک پروداکت هستید پیج 1 است ببینید اینجا
یعنی تقریبا از 7000 کیورد چند کیورد آمد؟ صرف 3 کیورد آمد مطابق کرایتریای ما. باز میشه که کرایتریا کمی آسان هم کنید. یه رقم نیست که چیزی که ما پول کردم 100% او ضروری او است. میشه که شما کرایتریا خود ایزی کنید. صحیح شده؟ ما میگیم که اگر اسکوپ بود ما اینجا گفتیم که اسکوپ باید حتما بیاید. صحیح شده؟ ما اسکوپ ریموو میکنم شاید 100 دانه شد، شاید 200 شاید 1000 شد. صحیح شده؟ یا میگیم که هیچ چیز باید نبیاد. یا میگیم که سرچ علیم باید 5000 است، میگیم خیر 4000 هم باشه. چی کوپر خو نیست. صحیح است، کم باشه زیاد باشه، بس کرایتریا میشه که شما چنج کنید. سی پی آر با چی معنی؟ سربرو پروداکت رنکس. فور ایگزامپل این پروداکت است، ما وقتی ما این سرچ کردم در پیج 1 به ما آمد. صحیح شده؟ این در پیج 1 این پروداکت ما چرا به این معنی ببینی به این رقم نشان میده. زیادتر وقت ما فور ایگزامپل ما پروداکت میفروشم، میگه پروداکت ما چرا در پیج 1 نمیاد؟ چی وقت در پیج 1 میاد؟ امازون میگه ببینی هلیوم چه رقم کار میکنه. هر کانسپت ما شما مشکل حل ما شما حل میکنه هلیوم 10. این میگه اگر شما این پروداکت روزانه اگر از شما 148 دانه پر 8 روز اگر 148 دانه روزانه شما سیل شوه کانتینیو پر 8 روز پروداکت شما در پیج 1 میاد. امازون در پیج 1 نشان میده. بعضی هر کس میگه که پروداکت ما در پیج 1 باشه. زیادتر وقت پروداکت می باشه در پیج 3 می باشه، در پیج 2 می باشه، در پیج 5 می باشه. پروداکت که در پیج 1 می باشه در پیج 5 می باشه زیاد پرده داره. هر سدر که میای پیج 5 نمیره سرچ نمیکنه، دایرکت در پیج 1 میگیره. امازون میگه اگر این پروداکت اگر از شما 148 تا روزانه سیل شوه پر 8 روز پروداکت شما کجا میاد؟ در پیج 1 میاد. در تاپ شی میکنه. هر وقت که این پروداکت کوکی سکوپ هر وقت که کسی سرچ کنه اگر کسی سرچ کنه این دایرکت میاد اینجا. ما این اسکوپ اینجا ریموو میکنیم که این چی شوی کمی زیاد شد. استاد روزانه باید 148 دفعه فروخته شوی 8 بار فروخته. 148 دانه باید فروخته شود. 8 روز. حالا ببینید ما اسکوپ ریموو کردیم چقدر زیاد ما 12 دانه شد. صحیح شده؟ صرف سکوپ ما ریموو کردم. گفتم که خیر اگر باشه نباشه ولی اینجا آیس کریم هم آیس کریم یعنی هم ها این بود سی پی آر یعنی بار چی است؟ مگنت آی کیو سکور 15000 است. سرچ والیم اینجا زیاد است. حالا این پروداکت بیخی پرفکت پروداکت است. چرا؟ سرچ والیم از زیاد است. این رقم نیست که هم سرچ والیم از اگر 5000 بود در این تایم اگر 10000 بود مگنت آی کیو سکور اگر 15000 بود باز وقت میشه که ما این چی نکنیم نبگیریم که ولی هر چقدر که مگنت آی کیو سکور یعنی سچوریشن در مارکت زیاد است. سچوریشن در مارکت چی است؟ زیاد است. مردم را زیاد خوش میکنه. مگنت آی کیو سکور پروداکت به ما شما نشان میده که آی کیو سکوری پروداکت زیاد است ولی قدرم خوب نیست. خوب است بیخی یعنی مردم ای هر چقدر که زیاد باشه ولی از 5000 باید چی نشوه کم باید نشوه پای نشوه. اینجا سرچ والیم زیاد است. صحیح است؟ حالا بیخی هم خوب است. اگر سرچ والیم کم بود یم 15000 بود و سرچ مگنت آی کیو سکور 15000 بر بعض وقت کم یک چی میه کنفیوژن میه. حالا سرچ والیم زیاد است مگنت آی کیو سکور هم 15000 است. 15000 زیاد است بیخی خوب است. صحیح شده؟ یعنی سچوریشن مارکت به ما شما نشان میده. مردم یعنی پروداکت چقدر زیاد سچوریشن در مارکت چقدر زیاد مردم میایره زیاد خوش میکنه پروداکت پایین نشان میده ما شما ولی سرچ والی میمونه که چند بار مردم میره سرچ میکنه در یک ماه. کیوردن کلاد است خوبش است. سرچ هم بالا است. بله سرچ والی میجی بالا است. سو این سرچ والی ماست. الان اینجا سرچ والی ما چک میکنم از زیپ پروداکت پر سرچ والی میاد چه رقم است. ببینید ورد فرکانسی جامد آیس کریم سکوپس دوگ ای چیز آمد. حالا ما چند دقیقه منتظر میشم که چی شوه این به ما نشان بده. خودش شاید نشان نمیده. لاک است. این لاک است. حالا خود دیفرنت کیورد است. ما میبینیم که در کدام یک به ما اپورتونتی جور میشه جا که کدام یک پروداکت ما فاینالیز کنیم. این مکمل دیفرنت پروداکت است. از اینجا ما چک میکنیم. خب چیز دیگه میس نشوه. کیوردز organics pairs smart completes amazon recommended یا استخواه این چیز است. چند چیزای می آیس کریم سکوپ سماری که ما با شما نشان دادم ضروری است. بار از میایم اینجا میایم
کیوردز سلز یه را سرچ میکنیم مگنت آی کیو سکور 4 ببینید 4,21,000 چقدر خوب مگنت آی کیو سکور است 4,21,000 مگنت آی کیو سکور داره بیخی تاف است سرچ ولی مدی چند است 2,95,000 است اگر این طرف میم در پی پی سی ما شمال کار نمیکنم سپانسر پروداکت تقریبا 563 است هم باز مربوط پی پی سی میشه باز ما کمپیتینگ پروداکت چند است 700 است خوب است بی خوب است از ما شما چند بود 2000 سی پی آر هم تقریبا سی پی آر از چند است 382 یعنی به چی معنی استاد آموزون میگم این پروداکت یک 8 روز 382 معنی شما باید سیل کنید که تایتل جنسیتی 19 داره یعنی 19 دانه بالکل چیزی که مربوطی این کیورد در پیج 1 چی است میچ است چیزی که شما میخواهید این تایتل خب الان ما چه کار میکنیم اینجا با از اینجا صحیح شده استاد اگه سی پی آر هرچی پایان باشه خوب نیست استاد نو سی پی آر هر چی او که پایین باشه خوب است او هر چقدر بله او هر چقدر سی پی آر که هر چقدر پایین باشه خوب است یعنی سی پی آر که هر چقدر پایین باشه او خوب است ال نسبت این پروداکت ببینید که ایج 40 است نسبت راضی خوب است ولی بعض کرایتریا دیگه ما شما میگن میگم کنید که صرف سی پی آر میبینیم اگر کرایتریا دیگه چیز میتونه شو از ما شما باید 10 بای 10 باید ما شما باید 10 بای 10 بگیریم این رقم نیست که در پرایوت لیبل 10 بای 8 نمیگیریم ما شما اگر پروداکت 10 بای 8 باشه ما شما اون نمیگیریم اگر 9 بای 10 باشه باز اینجا یک اپورتونتی میشه که خیر اینجا شاید یک چیز باشه ولی 10 بای 10 باید از ما شما باید باشه صحیح شده اینجا خو نمیشه که ما ایزلی نیچه در است باز در پیج 1 بیایم سخت است شما زیاد سی پی آر در نظر ما شما نمیگیریم میگه که امکان نداره که قدر زود ما نیچه در هستم سیلز ما 380 دانه شوه سخت است در 8 روز 400 دانه سیلز کردن هر روزی سخت است باز داری میشه دریو آسان است 43 دانه است شاید داری کدام اپورتونتی جور شوه سو ما اینجا میایم این پروداکت است الوان به شما چک کنید فور ایگزامپل مگنت آی کیو سکور چند داره 100,000 داره سرچ والیم 201,000 داره سجست پی پی سی جا که میایم سپانسرد اسن اینقدر داره کمپیتینگ پروداکت 2000 داره خوب ببینید از این قدر این خوب است چرا خوب است کمپیتینگ پروداکت کم داره استاد از کدوم چلا ببینید استاد کدام یک ایران این استاد چک بله هم ببینید مگنت آی کیو سکور از خوب است صحیح شده سرچ والیم هم خوب است اگر ما اینجا بیایم سپانسر اسن هم کم داره کمپیتینگ پروداکت هم چند دانه داره 18 داره سی پی آر هم 18 داره و تایتل میجر خیر بوده مشکل نداره ما میرم چی میکنم سرچ میکنم به آمازون علی به آمازون به نظر ما سیل نمیشه اینو ببینید یا آمازون نشان نمیده خب میام پروداکت 1 چک میکنم در پرایوت لیبل مکمل کیورد است کیورد بس کار کیورد است گیمی کیورد است در پرایوت لیبل مکمل گیمی کیوردز است ها اول ما چه کار میکنیم اول ما چه چک میکنیم کمپیتینگ پروداکت چک میکنیم که کمپیتینگ پروداکت ما داری چند نفر است میشه که ما یک کمپیت کنیم یا نمیشه او خوب است پایین میایم اینا چک میکنم و پایز حالا ما باید چی کار کنم اینجا اکس ری مارن میکنم اصل کار ما شما اکس ری میکنم او خو یک کرایتریا بود که چک شد اکس ری کسی که نه پرایوت لیبل یاد میگیرم هر جایی که میشه در ذهن شما کیورد میباشه که هیچ رقم کیورد میباشه در دکانم که میری کیورد در ذهن شما میباشه در خانم که میری در ذهن شما کیورد میباشه اگر تو بیای را من به آمازون سرچ کنم که کیورد چقدر سیل داره مردم خوش میکنه خوش نمیکنه این رقم است
این خود استاب بود، شما هم چیزی نگفتی. خواه نیست. سرچ والیمز از این تقریبا 2,95,000 است. خوب است. توتال ریونیو 14,000 است یا 14 لاک است. 14 لاک است، بیخی زیاد است. اوریج ریونیو تقریبا هر سلر چقدر میگیره، اوریج پرایس چقدر میگیره، یم خوب است. تقریبا اوریج پرایس زیاد است، صحیح است، بیخی زیاد است. خب اوریج بیسار خوب است، 24,000 است. حالا ببینید شما در هولسل شما تجربه داری، به شما معلوم میشه که بیسار باید چند باشه، ریونیو باید چند باشه. این به شما باید بار ما شما رو چی نمیکنیم. یک خوب پوینت است، از 10 نفر 5,000 ریونیو میگیره. صحیح شده؟ یعنی از 10 چی میگیره؟ 5,000 ریونیو میگیره. از 10 یک نفر 75 کم ریونیو داره. صحیح شده؟ یه خب معلوم شده. حالا باید ما چی کار کنم؟ نه اسپانسر پروداکت هاید میکنم از اینجا. فیلتر کلیک میکنم، او آلردی هاید است. هاید اسپانسر پروداکت از اینجا میکنم، اپلای فیلترز. اکسری باید از شما رقم باید باشه که به هیچ باید اکسری باید از شما صحیح باید یاد باشه. ولی هر پروداکت ما شما طریق اکسری سرچ میکنیم. اکسری خب مکمل چی هسته؟ برند دومیننسی داره. برند دومیننسی داره. حالا چی کار میکنیم که برند دومیننسی داره؟ مکمل ما شما یک بار برندز دیلیت میکنیم. برند دومیننسی بیخی زیاده. امازون رینیو تقریبا برند دومیننسی در اینجا مکمل برند دومیننسی است. یه برند است، میبینی؟ امازون رینیو یعنی تقریبا مکمل رینیو دو دانه برند میگیره. سو وقتی که اینجا ما میایم باز چی کار میکنم؟ اسن سیلز میگیرم، ریسنت پرچیز میگیرم، اسن ریونیو. اسن ریونیو ببین از هر اسن خوب ریونیو میگیره. تایتل کاونت در پرایوت لیبل یک سردار است، یک خوب کرایتریا شما میچ میشه بعد در بین یک کرایتریا شما بس چی میشه، بس خلاص هر چیز کار شما رو چی میکنه دم میکنه به خاطر. سو اینجا ما که ریونیو میگیریم، ببینید نیو سلر است چقدر جات ریونیو میگیره. نیو سلر است ریویو 245 داره، 165 داره، 340 داره، یعنی مکمل نیو سلر است اینجا. اگر ما اینجا بالا بیایم شما باید یک کار کنید، ببینید ریونیو نیو سلر باید شما چک کنید. نیو سلر چند ریونیو میگیره، یعنی اگر برای اپورتونتی جور میشه بر ما هم جور میشه. صحیح شده؟ ما این چی است؟ خوب پوینت چی است؟ نیو سلر داره. تقریبا یک سلر سابقه است، یک نیو سلر است. ما اینجا میام ریونیو یاردوش میگیریم که نیو سلر چند ریونیو میگیره، سلر سابقه چقدر ریونیو میگیره. سلر سابقه میگیره 2 میلیون میگیره. نیو سلر چند میگیره؟ هم 2 میلیون میگیره. برند است یا برند است؟ خب برند است. صحیح شده؟ خود در این پروداکت به این پروداکت نو آمده. صحیح شده؟ نه خب نو آمده است باز همون نمیجاست. خب او است خوی پروداکت در این پروداکت برند نیو است. در این پروداکت صحیح شده؟ در این پروداکت سابقه است. صحیح شده؟ یعنی در این پروداکت نیو آمده. او برند است صحیح است، خود در این پروداکت نیو آمده. صحیح شده؟ یعنی این پروداکت جلا است، پروداکت جلا است. این پروداکت بالا کی است؟ جلا است. این جلا است. خو صحیح است، برند دومیننسی داره. برند دومیننسی داره. خب ما شما پروداکت این مطابق کرایتریا ما و شما نیست. باز هم میبینیم میرخم که باید شما چک کنید که برند دومیننسی داره. اگر در این نیو سلر است او چقدر میگیره. اگر ما از اینجا هاید کنم شاید کدام یک برند چی کار میکنم چند بار این برند آمده، وجه بیخی زیاد بار آمده. نمیشه که ما اگر دیلیت کنم شاید بیخی ریونیو ما چه خلاص شو. ببینیم مکمل یک است. نینجا مکمل این ریونیو خو مکمل این میگیره. بار از اگر ما هم دیلیت کنیم برند دومیننسی است. بازی است. یعنی صرف یک دو دانه سلر آمده، یکی است. حال میبینیم که خود یم است. میبینی؟ نینجا. یم خود است. صرف یک نیو آمده ببینی یم است. علی سلر است به نام گوانز کویو است چی است. حال میبینید که نیو است یا سابقه است. اول خو آمازون است. این خو آمازون میپروشه. تقریبا نیم سلر است، یک سلر چاینیز است. این سلر هم چاینیز است، چاینیز هم باز میشه. که چاینیز باز کم کامپیتیشن هارد است، سخت است.
سو این پروداکت چی شده؟ مطابق کرایتریا ما شما نیست. چیکار میکنیم؟ باز پروداکت دیگه را چک میکنیم. یک مثال دیگه هم براتون میتونم که مگنت از شما سیار شو. آیا یک کیورد شما بگویی که من اینجا نوشته کنم. چی؟ sticker note. STI C sticker note. نوتبوک است. ها. یعنی هم یک کیورد در ذهن شما آمده. او شما در میز خود میبینید که این است شاید خوب سیل داره به آمازون. تو بیا که مردم برای چی سرچ میکنه؟ یا در خانه خود است، یا جای به سفر میری، یا یک جای سوپر استور میری، میبینی که شاید مردم چقدر این سرچ میکنه. فور ایگزامپل ما اینجا هستم، این مایک است. میگن که شاید این به آمازون میفروشه. بیا سرچ کن که به آمازون این مردم میفروشه نمیفروشه. شاید یک خوب پروداکت، شاید یک وینینگ پروداکت باشه که ما چک کنم چه رقم میشه. البته وقتی که ما استیکر نوت اینجا میایم تقریبا 3406 تا فیلتر من. یعنی به این معنی به 3400 کیوردز مردم سرچ میکنه. صحیح شده؟ حالا ما شما کدام یک از این میگیرم؟ یکی که از 5000 زیاد سرچ میکنه مردم. اول میگیرم که از 5000 زیاد سرچ میکنه. حالا ما چی کار میکنم؟ میایم ببینین اول خواهد اینجا چک میکنم. زعفران مو سرچ کنم. زعفران هم سرچ که زعفران در سرچ کنم. डबल एफ में आया साफरान ببینید به نام سافران سپلمنتس مردم سرچ میکنه، به نام سافران سرچ میکنه، به نام سافران ترید سرچ میکنه، به نام سافران اکستراکت سرچ میکنه، به نام سافران گمی سرچ میکنه، به نام سافران روت سرچ میکنه، به نام سافران سپلمنت سرچ میکنه، به نام سافران تیچرز میکنه، به نام سافران پاودر سرچ میکنه. البته سافران پاودر شاید از زیرش معنی بود. این چی رقمی که نیو کیورد است؟ آخه بیا که خیر مردم میپروشه زعفران میپروشه. بیا زعفران کی پاودر سرچ کو که زعفران پاودر چقدر سیل داره کیورد چقدر است. شاید داری برای ما کدام اپورتونیتی جور شو. حالا ما چه کار میکنیم اینجا میام گیت کیوردز. ببینید بازم براتون میگم این چیزی که مردم میگه که ما ولی یه ایده دارن که ما باید سیل کنم او غلط است. اصلا باید چک شو معلوم شو که 10 بای 10 میشه یا نمیشه. روزی اول ما بهتون گفتم فور ایگزامپل یک کرپیک شما باش میگه که ما شامپو فکتوری دارم. شامپو فکتوری دارم ما میخوایم که بر الخو نمیشه. ما اینجا سرچ میکنه که ما که بشه میبینی که 100,000 ما کامپیوتر دارم میشه خو نمیشه. یا فور ایگزامپل یک نفر میگه که ما هند بیگ جور میکنم. هند بیگ جور میکنم باز میبینم که آیا خو کامپیوتر میبینم سرچ والی میذاره چک میکنم کیورد ازره چک میکنم مگنت اسکور چک میکنم مکمل ایکس ری رن میکنم. این خو زیاد چیز است. رقم خو نیست که بس صرف این چیز است اگر ما به آمازون سل کنم. اگر این رقم است خو مردم باز چی میکنه دیگه که چی میپروشه باز مکمل چرا به آمازون نمیبره. صحیح است اپورتونیتی جور میشه. اپورتونیتی جور میشه. یعنی این رقم نیست که ما شما باید اسکیپ کنیم. باید سرچ کنیم ببینید ما دسترسی به یک چیز دارم. دسترسی به یک چیز دارم ما باید ببینم که با آمازون سلز میشه و نمیشه و چقدر است چی رقم است. ما اینجا میایم ببینید پایین که ببینید به 8,000 نیم مردم را سرچ میکنیم. حال ما میایم بس میگیم که والا بیا از افغانستان زعفران افغانستان است را سل کن. خب معلوم نیست که مردم با کدام نامی را سرچ میکنن. از اینجا معلوم میشه که ما باید کدام یک کیورد مردم زیاد میگیره. زعفران تی، زعفران پاودرز، زعفران سپلیمنتس، زعفران تی، زعفران روتس هر چی است. باید یک کیورد برای ما از اینجا پیدا کنم مطابق اون کیورد برای ما و جنس خود جور کنم. حالا ما باید چی کار کنم؟ ببینید اینجا وقتی که ما میایم خب زران زعفران ترید ببینید است مگنت اکیش کوری چی هست؟ سیپراز. خب اگر ما خبر ندارم ما را سرچ میکنم که بیا یه لیست کو خصوصی از آمازون ما فکتوری زران زعفران ترید دارم بس بیا ایرا با آمازون سرچ کن.
اصلا اینو کسی سرچ نمیکنه به آمازون. وقتی کسی سرچ نمیکنه چی به در میخوره؟ اگر ما لیست میکنم به آمازون روان میکنم چی به در میخوره؟ اچ. وقتی که یک چیز ما روان میکنه باید ما در درصد باید ما مطمئن باشم. یعنی از 10 نمبر باید پروداکت ما باید بگیره. سو این که میخونم میشه حالا ببینید به نام پور خوی زعفران نیست، علی خود چیز دیگه آمد اینجا. صحیح شده؟ این چیز دیگه آمد. ببینید یا آمد رومی اسپایس یا آمد، یعنی برای این هم مردم سرچ میکنن. سو ما چی کار میکنم اینجا میایم که می کیوردز ما کدام کیوردز که ما میگیرم باید رو بکشم. مگنت آیکیو سکور ما نمیتم. سرچ ولی میتم که مینیمم کم چند باشه؟ 5000 باشه. ببینید 4000 ما 4000 میتم. خیر همین کمی کانسپت شما چی شود؟ نباید که والا حتما 3000 رو بار 5000 میکنم یا 4500 میکنم یا یه رقم میکنم که ولی از افغانستان شاید در 4000 شاید در 3000 ما شما یک اپورتونتی جور شد. صحیح اگر او کامپیوتر کم در شاید در 3000 شاید در 2000 هم به ما شما اپورتونتی شاید در 1500 جور شد. کم از کم 1500 مردم سرچ میکنه در ماهانه. کم از کم 1000 بار خود مردم سرچ میکنه با آمازون. صحیح شده؟ یعنی این کم نیست که 5000 بار برای حتما مردم باید سرچ کنه. نه اگر یک کم باشه، اگر 4999 باشه ما اینا نمیگیرم. صحیح شده؟ این کم باید نباشه. وردز کاونت ما هیچ نمیتم. وردز کاونت نمیتم. می سیاس به هر چقدر که لانگ ترم باشه کم باشه مشکل نداره. کمپیتینگ پروداکتس ما اینجا میتونم که کم از کم ماکسیمم چند باشه؟ 2000 باشه. پریز کانتنت و چی معنی وارث؟ پریز کانتنت یعنی استاد چقدر مطابقت داشته باشه. چی دقیقاً؟ استاد مثلا وقتی که کیورد سرچ میشه استاد چقدر مطابقت با کیوردهای دیگه داشته باشه. فور ایگزامپل ما اینجا میگیم که هر کیورد که میاد باید زعفران باید حتما باشه. صحیح شده؟ یعنی کتی ورد باید مطابقت باید داشته باشه، این ورد باید باشه. صحیح شده؟ یعنی یک نام یک کیورد است ما میگیم که باید حتما باشه. کیورد سیلز تایتل دنسیتی به چی معنی؟ یعنی چقدر امی مو که سرچ میکنیم چند درصد باید میچ باشه. چند درصد باید میچ باشه. رقم است که ما زعفران سرچ میکنیم زعفران میاد یا کدام چیز دیگه میاد. میچ تایپ سرچ والیم ترندز پایین ما میجا excludes کیورد به چی معنی؟ exclude کیورد به این معنی یعنی چی معنی؟ او باید ذکر نشه. یک نام که ما اینجا میتیم فور ایگزامپل اینجا چی آمده؟ ترید آمده. من میگم که ترید باید نبیاد اینجا. ترید باید چی نشوه؟ نباید بیاد. suggest PPC میکنم apply filter. اگر در این کرایتریا به ما شما کیوردز پیدا نشد کرایتریا خود ایزی میکنیم. 4000 است 3000 میکنیم. کمپیتینگ پروداکت 2000 2200 میکنیم 2500 میکنیم. صحیح شده؟ این رقم یا کم میکنیم یا زیاد میکنیم. هاب دانا آمد. صحیح شده؟ هاب دانا فیلترز کیوردز آمد. حالا می هاب دانا ما چک میکنم که چه رقم است. خب اول اینجا میایم ببینید سی پی آر از چند است؟ 99 است. مگنت آیکیو سکور چند است؟ بیخی خوب است. سرچ والیم هم بیخی خوب است. از اینجا ما چک میکنیم. آل تایم باید شما چک کنید. سرچ والیم ببینید ضرور است. خب آل تایم میره کم نیست که چیز نل نباشه. صحیح سرچ والیم بیخی ضروری است. خوب پوینتی است که تقریبا از 6 سال میشه که سال میشه. صحیح شده؟ از 6 سال این سیلز میشه پروداکت به آمازون. حالا ما میگیم که تقریبا در سال 2019 چند بود؟ 22000 بود. بالا رفته 36000 هرچیز بالا میره. خوب است. صحیح شده؟ یعنی سیزنال نیست. این رقم نیست که او بیخی داون نمیاد. بیخی بالا نمیره. بیخی داون سیلز میشه ولی از 5000 پایین نمیاد. از 5000 پایین نمیاد. یعنی هر ماه مردم 5000 سرچ میکنن. صحیح شده؟ سرچ والی ما شما چی شده؟ پاس شده. این کرایتریا پاس شده. سی پی آر هم پاس شده. مگنت آیکیو سکور هم پاس شده. مگنت آیکیو سکور به شما معلوم شده که یعنی هر چقدر که زیاد باشه هر چقدر یک آیکیو سکور است. داوسا سونا کم نمی باید. لپنزر نباید کم نی. پنزر چه باید کم نی. بار از این ما میایم از اینجا
ها کیورد سل مگنت آی کیو سکور از این پروداکت 49000 است. سرچ والیم 5000 است. خوب است. اینجا باید ما چک کنم. او خود مکمل بود. صحیح شده؟ ما از این پروداکت اینجا چک میکنیم. all time میبینم تقریبا چه وقت آمده این پروداکت در سال 2020 آمده. چند بود؟ 246 100 یعنی 400 آل بالا رفته، بالا 9000 رفته. سو این بالا رفته شاید بعد از اینکه کدام اپورتونیتی جور شوه یا کم شوه بعد 5000 رفته تا پیلن کم است. تا پیلن چی است؟ کم است. صحیح شده؟ از این پروداکت باز ما از پایین میبینم این تقریبا سرچ والیم داره. all time چک میکنم. این خوب داره. صحیح شده؟ این خوب داره. چی هسته؟ بنامی سافران. بعد از این میایم سرچ والیم. مگنت آی کیو سکور چند است؟ 25000 هم خوب است. پایین میایم سپانسر پروداکت هم کمپیتینگ پروداکت چند است؟ 2000 است. هم پاس شده. سی پی آر چند است؟ 99 است. هم کدام مشکل نداره. پایین میایم تایتل دنسیتی هم بیخی خوب است. سو الان چی کار میکنیم؟ ما میگیم که اینجا شاید یک اپورتونیتی بر ما شوه جور شوه. الان ون بای ون هر کیورد است، هر کیورد بر ما مکمل چک کنم. هر کیورد است، هر کیورد بر ما مکمل چک کنم. حالا یک نفر است فور اگزامپل به شما میگه که ما از افغانستان چی لیست میکنم؟ زعفران لیست میکنم. سو به این معنی نیست که صحیح است ما برتان لیست میکنم. بعد ما شما چک کنیم. نه یک کار جنگل سکاوت است که قدر ریونیو داره. صحیح شده؟ الجنگل سکاوت کدام کار میکنه؟ و کار جلا است که پا جلا کار میکنه، هلمتن جلا کار میکنه. صحیح شده؟ بازی فرق داره. میایم اینجا ما شما آل باید چی کار کنیم؟ ما اکس رن میکنیم. وقتی که یک نیو سلر میاد یعنی کار خود رمضان نیو شروع میکنه پرایوت لیبل سخت است. کسی که پیش از این هولسیل یاد داره این چیزا بیخی آسان است. دوباره اگر شما یک ببینید مکمل اکسلر نشده؟ زعفران سرچ والیم چند است؟ 50000 است. توتال ریونیو چند داره؟ خوب است. اوریج ریونیو هم خوب داره. اوریج پرایس بیخی خوب است. اوریج بیسر هم بیخی خوب است. اوریج ریویو هم خوب است. این خوب نیست. باز ماش ما ایراد میبینیم. صحیح شده؟ کی باید کم باشه. ریویو باید کم باشه. تایتلز تاپ پروداکتس اینجا میایم ببینید. ببینید از 10000 چند ریونیو میگیره؟ 5000 زیاد میگیره. under 75 ریو ون سلر داره که ریو از پایین از چند هست؟ از 75. اوکی. حالا فیلتر در فیلتر ما میایم هاید سپانسر اپلای فیلتر. یک چیز دیگه ما براتون میگم پرایوت لیبل هیچ وقت کار یک نفر نیست. باور کنید اگر شما هر چقدر اکسپرت هستی کار تیم است پرایوت لیبل. این ما براتون میگم. یعنی ما تقریبا در سال 2023 در سال 2024 با 2 اکانت کار شروع کردیم. این یکم شد یکم لاس شده در دوم یک پروداکت خوب آمده تقریبا عالم سیلز داره.
پرایوت لیبل کار تیم است. به یک اکانت باید یک تیم کار کنه، اونم کم از کم 6 7 نفر. پرایوت لیبل کار تیم است. این کار یک نفر نیست که بگویی که والا بس یک نفر میگیره وقت میگیره. از یک نفر کم از کم 1 سال وقت میگیره. از تیم 2 ماه وقت میگیره. 2 ماه وقت میگیره بس خلاص میشه. از یک نفر کم از کم 1 سال وقت میگیره که یک پروداکت شما انالایز میشه و ترید مارکش خلاص میشه، پروداکت لیست میشه و سپلایر رو این چیزا پیدا میکنی. مکمل پکس 1 سال از یک صدر میگیره. از تیم 2 ماه وقت میگیره یا با یک پروداکت. اوکی، این شد. بار از ما میایم اینجا پروداکتس میبینی که پروداکت چیزی که ما سرچ کردیم مواسع نیست. اینجا زعفران آمده صحیح است. صحیح شده؟ یعنی یم زعفران است، یم زعفران است، یم زعفران است. سو این طرف ما چک میکنیم. پرایس چک میکنم. این به $9 میپرشه، 9.99. پرایس هم بیخی خوب است. صحیح شده؟ هم یک تقریبا $20 است. شاید پروداکت از خوب باشه، شاید زیاد باشه، شاید وزن زیاد باشه که بجاک نپروشه. صحیح شده؟ 2 گرم است. میبینی؟ این 2 گرم است. میبینی این کم است. از 1 گرم هم کم است. خب به این خاطری قیمت میپروشه. صحیح شده؟ سو ریسنت پرچیز 2000 سل میشه، 3000 4000 بیخی خوب است. اسن ریوینیو بیخی خوب است. BSR هم صحیح است. ببینید استیلر نشان میده که از کدام کشور است. خویی اگر کسی از افغانستان باشه US نشان میده، چرا او LLC داره، ترید مارک داره. اگر ما این طرف میایم ببینی GB نمیفهم کدام کشور است. ما باید ویندوی خود اپدیت کنم. جی US از US زیاد است. به این معنی که از هر کشور که است و از US است. اگر ما هم سی اکانت جور میکنم ما هم US میایم. خوب است کمی چاینا نیست. در پرایوت لیبل ما یک چیز که زیاد بد میکنم از چاینی سلر. یک دانه باز پرت نمیده. اکتیو سلر ریتینگز. ببینید خوب پوینت چی است اینجا؟ چی است؟ ببینید نیو سلر. میبینی؟ حالا میبینیم که 2 دانه سلر. چند نیو سلر است اینجا؟ 1 2 یم خیر ما میگیرم 3 دانه نیو سلر است. یک دفعه که ما پایین میرم بازم معلوم میشه که حالا ما باید چی کار اینجا کنم؟ ریونیو نیو سلر میگیرم که نیو سلر چند ریونیو میگیره. صحیح شده؟ برند دومیننسی ما شما چک نکردیم. برند دومیننسی باید چک کنیم. فور ایگزامپل این سلر به ما نیو معلوم میشه 87 چی داره؟ 87 ریویو داره. میبینیم تقریبا ببینید 87 19000 ریویو میگیره. از خود 40 ریویو خو از آمازون واین پروگرام میگیره. 40 ریویو خو از آمازون واین میگیره. صحیح شده؟ یعنی وقتی که یک نیو سلر از 19000 میگیره و ما خو یک جای پیدا میشه که یک 5000 ما باید بگیریم. بازی طرف میایم. انشالله اگر اپورتونتی جور شد ما شما یک برند از افغانستان لیست میکنیم. یا در درای فروت هم پرکتیس میشه یا در ولی سرمایه میخواد $15000 باید رو کش داشته باشه. کلاینتال تیار است لیست میکنیم برای یک. این 65 صحیح شده؟ 65 خو بیخی نیو است. ما میگیم که چند ریوینیو میگیره؟ ریوینیو چقدر میگیره؟ شست و پنج است. چقدر ریوینیو میگیره؟ 5000. ببینید نیو سلر 5500 ریوینیو میگیره. $5500 3 لک افغانی میشه. کم چیز نمیشه. 3 لک افغانی زیاد میشه. 4 لک افغانی میاد. 4 لک افغانی است. از 4 لک افغانی خو حد اقل
هیچ چیز نباشه 800,000 افغانی خب بچت میآید. 800,000 افغانی بیخی کم است. سو از اینجا ما چی کردیم؟ دیروز ما با شما یک مثال دارم. یک افغانی بود تقریبا از افغانستان از هرات پروداکت را دادیم 10,000 لیتر به آمازون سل میشه منتلی. خب ببینید 47 داره 47 ریویو داره. ببینید که هیچ چقدر میگیره. این سلر است چند میگیره؟ 3,000 4,000 میگیره. حالا ببینی نیو سلر است 47 باور کنید او مکمل از واین پروگرام است. این سلر بیخی نمیاد او مکمل از واین پروگرام گرفته ریویوز. این بیخی نمیاد 4,000 دلار ریوینیو میکنه. 4,000 دلار کم نیست. کم از کم 500 دلار چی پراپیت خمیته پرایوت لیبل است 500 دلار خمیته. سو اینجا ما میایم تا اینجا کرایتریا ما تا بیخی چی هسته؟ پرفکت است. خوب است. این طرف میایم چک میکنم. برند دومیننسی شون دیگه است. بله برند دومیننسی باید چک شود. خب برند دومیننسی نداره. برند دومیننسی پروداکت معلومه شد که برند دومیننسی نداره. اینجا یک چیز است در این پروداکت. اگر کسی زیاد سیلز هم داره ولی شاید اگر او سیلر در چاینا باشه او از افغانستان ایمپورت میکنه از پاکستان ایمپورت میکنه مصارف زیاد میاد. کسایی که اینجا در افغانستان است اپورتونتی خوب زیاد است. شاید با 3 دلار 1 گرم خوب چی پیدا شود. او اگر با او با 10 دلار میفروشه تقریبا 8 دلار ایجاد شاید 1 دلار پی پی سی بگیره 1 دلار چی بگیره بعضم 4 دلار پروفیت میاد. اوکی sellers edge month حالا ما چی کار میکنم؟ سو one by one کدام یک پروداکت بود؟ این پروداکت بود. صحیح شده؟ یعنی اینجا کدام یک چی است؟ بر ما یک اپورتونتی است. خوب اپورتونتی است. ما این پروداکت چی کنم؟ لیست کنم. سو بعد از این ما شما را چک میکنم از گوگل ترند را چک میکنم. چیزا زیاد است. یعنی تقریبا پیلن ما شما را 60% ما شما را چک کردیم 60% تقریبا 40% مونده که او در نکست کلاس بعد ما شما کار میکنید که میبینیم یعنی تقریبا علی با این پروداکت ما میتم از 10 اپ نمره میتم از 10 6 نمره ما میتم از 10 صحیح شده ولی باید شوه 10 بای 10 شوه اگر بخین 10 بای 9 خب باید شوه صحیح شده یعنی کرایتریا ما باید 10 بای 9 خب باید میت شوه. میبینیم باز اینجا برند دومیننسی هم چک میکنن که برند دومیننسی داره نداره. استاد شما گفتین در تاپ 10 ببینیم ولی یعنی شما استاد در 40 50 مشکل نیست اگر شما در مکمل میبینید در تاپ 10 اگر میبینید خب بیخی صحیح اگر مکمل خب بیخی اگر نباشه خب بیخی خوب است. صحیح شده؟ خب اول یعنی ضروری است در تاپ 10 ماشون ببینید اگر در مکمل نباشه خب بیخی خوب پوینت است. سو حالا ما اینجا باید چی کار کنم؟ ببینید در یک کیوردز است. باز کیورد از بعد ما مالتیپل کیوردز کمپیتیتورها میگیرم. کیوردز کمپیتیتور چی رقم میگیرم؟ ما سرچ میکنم که این کمپیتیتور چی قدر زیاد جور میکنه. این از کدام کیوردی را استفاده کرده. او کار چی میکنه؟ او سربرو میکنه. و علیکم سلام. نه مزاحم نیستم بیا بشی. خب حالا ببینید که ما آمدم چی کار میکنم یک پروداکت ما انتخاب کردم میبینم که یک کیوردز ما آمدم صرف زعفران بود میبینم که کیوردز امی کمپیتیتورای ما از کدام کیورد استفاده میکنه چی رقم کار میکنم
او کاری چی است؟ سربرو است. حالا ما یک کیوردز از اینجا میگیرم چی شده؟ این پروداکتس ما مکمل به آمازون اوپن میکنم، این مکمل جام است نمیشه. خیر یک پروداکت دیگه میگیرم، میام به سربرو. حالا کار سربرو چی است؟ کار سربرو است، ببینید اینجا متوجه باشه. کار سربرو چی است؟ ببینید در میگرین خب شما فهمیدید که میگرین چی رقم است. صحیح شده؟ فور اگزامپل ما یک کیوردز از خود دارم، میام او کیورد سرچ میکنم، یا جای دیدم یا با آمازون دیدم یا بیرون دیدم یا بر خود در ذهن ما یک ایده آمد یا یک چیز بود، یک کیوردز ما پیدا کردم. حالا وقتی که ما پروداکت انتخاب کردم، پروداکت ما انتخاب شده، میام کامپیوترهای ما از او از کدام کیورد استفاده میکنه. و پروداکت ما انتخاب کردن که پروداکت است. این پروداکت چی شده؟ ای است. حالا ما چی کار میکنم؟ دادن سیلر است اینجا، دا سیلر است، امی دادن اوپن میکنم. ار دادن اوپن میکنم ون به آمازون چی شده او سیلر؟ اونم پام چی شده؟ از هر یک ما اسن کپی میکنم. اسن کپی میکنم، میام در سربرو اینجا ما دادن اسن ما ون بای ون ما چی میکنم؟ همزمان ما اینجا میتونم. امی دادن میگی کدام کیورد استفاده میکنه، یکی قدر زیاد سیل داره کدام کیورد استفاده میکنه. رو خود زعفران آمد من چی میکنم؟ اگر دادن باشه ببین مکمل دادن ما اینجا پورت میکنم، 20 آزاد زیاد نمیگیره. ببین اینجا نوشته است انتر اپ 9 پروداکتس صرف اسن اینجا میشه. فهمیدی؟ در سربرو صرف اسن کامپیوتر الفرق بین مگنیتس و سربرو چی است که در سربرو در مگنیت ما شما یک خود یک کیورد ما داریم رو سرچ میکنم و در سربرو ما چی کار میکنم؟ اسن سرچ میکنم از کی؟ از کامپیوتر، از کامپیوتر خود. حالا ما چک گیت کیوردز، ما کیوردز کلیک میکنم، میبینم که این سیلرز از کدام کیورد استفاده کردن که رقم کامیاب است قدر زیاد ریوینیو داره. او کیورد ما چی میکنم؟ کپی میکنم. او کیورد ما میگیرم. ما از اون کیورد استفاده میکنیم. او از او کیورد استفاده میکنم. باز کم چنجز میاد او باز کم طرف میکنیم. حالا ببینید کیورد آمد کی از زعفران، تریدز، 2 گرم، اسپانیش، رودز از این استفاده کرد. 290 کیورد است در مجموع. بله. توتال کیوردز بازی ورد است. ارگانیکس، اکسچولیاکس، ارگانایزیشن این مکمل او آمد. حالا ما چی میکنم؟ این اسن است. ما اینجا باز پس اگر شما با آمازون چک میکنی، ما با این پس به آمازون اوپن میکنم، باز پس اکسل رن میکنم که بعد هر یک اکسل آلریدی رن شد، پروداکت ما شما فاینال کردیم. ال کیوردز ما میگیرم مکمل هر چیز فاینال ما میگیرم که ببینید 202 این مکمل ساپرانز، ارگانیکس، اسپانیش یا فرکانسی است. سوال در سربرو کار نیست. 2 گرمز ببینید مکمل است. تقریبا 290 فیلترز مطابق از آمد. صحیح شده؟ ببین یک نفر به نام زعفران این رقم سرچ سو شاید داره، شاید مردم سرچ میکنه. خوب است 150 نفر صرف به این میاد. 150 نفر صرف به کدام سلر میاد؟ صرف به این میاد. IQ سکویر ازم خوب است. ببینید اینجا ما میایم این طرف تقریبا PPC را نکرده ای اسپانسر ایجنتس ببینید کامپیتینگ پروداکت بیخی کم است. صحیح شده؟ اینجا که میاد CPR از رسایی کن. روزانه 8 تا نگاری سیل کنه در ٹاپ 10 در شاید در ٹاپ پیج باشه. یعنی یک نیم کیوردز پیدا کرده این سیلر. یک کامپیوتر نداره. اگر میگنیت کی سکوریزی کم باشه، اگر ریسرچ ولی کم باشه، خو صرف به این میآید. اگر 100 نفر سرچ میکنه، خو 100 نفر مکمل این میگیره. صحیح شده؟ اگر 50 نفر سرچ میکنه، از 50 این میگیره. یعنی یک خوب چی داره؟ اگر این طرف ماش ما میایم ببینید، یعنی یک کیورد ما پیدا شده یا نشده. ما میایم که ببینید زعفران این را سرچ میکنه، بیا این را تارگت کن. صحیح شده؟ یک کیورد ما پیدا شده، ما میایم میرا این کیورد به آمازون میبینم. از اینجا ما میبینم ببینید اینجا علی در ذهن شما بود که شما زعفران سرچ میکنید شاید این رقم یک کیورد باشه. خو نمیکنه این خیلی کم نیست که ولی بس ما به ایران میرم، از ایران ما زعفران میگیرم روان میکنم با چی با امریکا، از امریکا بس ما را لیست میکنم با آمازون. میگه که اینجا یک بچه شاگرد است
ما رو بیخی دیوانه کرد. گفت که ما چی میفروشم؟ بیک میفروشم. من بیس مجبور کردیم این به مازون مالیس کو. گفتم که شما سرچ کاری پروداکت سیل داره نداره چی است؟ نو ما سیل میکنم اگر سیل داره نداره بس این است. یه پر ایگزامپل یک شاگرد ما شما از کالای منظور پشتون چی کرده؟ برد. آیا خو هیچ سرچ نکرده. نه که ولی سرچ کردن هیچ چیز شاید او که اگر بیخی نو باشه باز خوب معلوم میشه که شاید بیا اگر بیخی نو باشه. ببینید زعفران 102 کامپیوتر ما شما به این نام داریم. کم است. چقدر کم است؟ 102 نفر بیخی به آسانی کامپیوت میشه. پایین که ما اینجا میایم ببینید مکمل یک سلر داره. ببینید 200 سلر 2K سل داره. ببینید اینا ببینید نیو سلر است به 31 میفروشه. نیو سلر میبینید 5 ریویو داره. حالا از آمازون واین نگرفته. اینا ببینید نیو سلر است 100 پلاس سل داره. 100 پلاس سل داره. $34 سلز میکنه. 34 ضرب 100 چقدر میاد؟ 3400 نیو سلر است. الان باید چه کار کنم؟ میبینم که دیگه کیوردز ما داخل شما باید چی کار کنم؟ اکسری رن میکنم. صحیح شده؟ اکسری رن میکنم بعد از این مکملی پروداکت را یعنی از کامپیوتر ببینید سرور چقدر خوب کار میکنه. کامپیوتر ما را تارگت کرد. کامپیوترهای شما کدام کیورد استفاده میکنه. علی زعفران چقدر یک کیورد ایزی بود هیچ در ذهن ما نبود. از چی گرفتم؟ از کامپیوتر گرفتم. از کامپیوتر ما گرفتم. ببینید 1.5 ساعت کلاس ما شما گرفتیم. 1.5 ساعت کلاس. حالا اگر شما چیز یاد نمیکنید باز خود ملامت هست. انشالله استاد بیر. اینا رو سادی کلاس سریست نه؟ ای باز اینترنت سلو است. حالا میکنه. و باز بیخی آسان است بخیر. میبینیم ما اینجا سرچ ولی میبینیم 150 است. 150 است. ریوینیو 3000 یعنی 3 لک داره. او بیخی زیاد ریوینیو داره. ببینید به ای کیوردز البته کی معلوم بود که به ای کیوردز 3 لک ریوینیو داره یک پروداکت. سرچ والیم یعنی اگر کم سرچ میکنه خو ریوینیو زیاد داره. ریوینیو زیاد داره. اوریج ریوینیو ببینید اوریج پرایس چقدر خوب است. بی‌سار کم زیاد است مشکل نداره. اگر اینجا میایم یک خوب پوینت است. ببینید از 5 اینجا ببینید حالا ببینید زران زعفران برند دومیننسی داره نداره. برند دومیننسی شما چک کنید. از اینجا ببینید که زعفران است یا نیست. اینجا نشو که گرین تی باشه شما در زعفران حساب کنید. یه چیز دیگه باشه که این طرف ما میایم شان زعفرانز زانز گلدن تاورز نداره. برند دومیننسی نداره. صدف افغانی است. ببینید حالا ما چه کار میکنیم اینجا میایم یک نیو ریویو داره. این نیو ریویو داره. این ریویو 3 دانه ریویو است. نیو ریویو است. صحیح شده. حالا میبینیم که می 3 دانه یک 52 چی داره 52 ریویو داره. چند ریویو جور میکنه. یک جنجال است. تقریبا 2200 ریویو داره. خوب است. بیخی 52 یعنی بیخی نیو سلر است. $52,200 ریویو داره. خوب است دیگه. میبینی که پایین چقدر میگیره. صحیح شده؟ یعنی آلدری کوالیتی ببینید.
یعنی این نیست که ما میگیم که ولا به ما ران تمام شو بیا کی چی روان کو ران تمام شو $1 به ما ولی جا کوالیتی برای ما شما میبینید که مردم زیاد خوب ریویو میده. با آمازون چوایس بیا در بیست سلر بیا کوالیتی یک جنس باید خوب باشه باز باید ما شما این کارو بکنیم. یعنی یک خوب اپورتونتی است برای ما شما میشه که با 2 تا اکانت هم شما این پروداکت لیست کنید. لیست میکنیم یک میبینیم که یک کلاینت باشه $10,000 از $5,000 میشوره میشه. از $5,000 اگر ما شما اینجا از $2,000 خریداری کنیم $2,000 بیخی زیاد جسمیه. $1,000 $2,000 پر پیپیس. $1,000 پیکینگ ازی پیکیجینگ. $5,000 بیخی خوب شروع میشه.